انتخابت کی بود بین سیاوش و فرشاد؟ من با سیاوش اوکی شدم ولی خب الان قهر کردیم فکر کنم. یعنی به همین سرعت مهلت میدادین یه ذره دیگه صبر میکردین. سیاوش آخر من گفت خفه شو، برای همین من اصلا دیگه گفتی؟ بله. چرا؟ چون دست من خورد به یه جای نرمی خانم. تو خوردی به اون، این به اون گفت خفه بعد شو؟ کاملا ناخواسته بود. نه وایسا نفهمیدم. من میخواین توضیح بدم؟ دست علی خورده بعد تو به اون گفتی خفه شو؟ چرا درسته. پس به کی بذارید گفتی من خفه یه چیزی بگم. بگو. توضیح بدم. ما داشتیم راجع به ورزش صحبت میکردیم، بعد فرشاد گفتش وقتی ورزش میکنی شل میشی یا نه و اینا. من گفتم نه اوکیه. بعد این گفتش که من دستم خورده نرم بوده، چون که من 2 بار به ایشون گفتم میکروفونمو ببنده و از پشت سیمشو رد کرد، ولی این دفعه از اینجا سیمشو رد کرد و دستش بهم خورد و کاملا ناخواسته بود. چرا از اونجا